الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. برادران عزیز، خواهران گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم حمد و ثنا و صفت برای الله سبحانه و تعالی میگیم که الله برای ما فرصت عمر نصیب کرد و توفیق نصیب کرد که ما و شما باز هم در یک درسی از درسهای توحیدی در این عصر مشکلات و فتنه ها و درگیری ها باشیم تا عقیده خود از قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل صحیح بگیریم و مطابق قرآن و سنت زندگی بکنیم، الله را بشناسیم، عبادت الله را بشناسیم و خالصانه برای الله عبادت بکنیم. دوستان عزیز، در درس امروز ما و شما که 32مین درس است در عقیده، ما و شما انشاءالله تعالی به فصل دیگی از فصلهای کتاب که توحید عبادت است رسیدیم. در قسمت تعریف عبادت علما میگن که عبادت در لغت به معنای ذلت، خواری و اطاعت است و در تعریف اصطلاحی از علامه ابن کثیر رحمه الله میگه في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. میگه که عبادت عبارت از آنچه که جمع میکنه کمال محبت الله را و کمال خضوع و تسلیمی و عاجزی در مقابل الله را و کمال خوف که انسان از الله بسیار بترسه. و علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه فإن العبادة، عبادت واقعی توحیدی کدام عبادت است؟ میگه تتضمن غایت الحب بغایت الذل، یعنی انسان نهایت درجه محبت به الله داشته باشه به همراه نهایت درجه ذلت و عاجزی در مقابل الله. یعنی محبت احیانا در بین مخلوقات وقتی که یک کس را زیاد دوست می داشته باشه، بازم احترام و شفقت و گپا از بین میره، میگه ولی را زیاد دوست داره. اما در قسمت خالق متعال هر قدر که انسان به الله محبت بیشتر داشته باشه، به مو اندازه باید به الله سبحانه و تعالی ادب داشته باشه، به شعائر الله ادب داشته باشه، بسیار در مقابل الله تواضع و عاجزی داشته باشه. ولا يصلح ذلك، امی عبادتی که در او نهایت درجه محبت و نهایت درجه ذلت است، هر دوش میگه ولا يصلح ذلك، و ای صلاح نیست مگر لله عز وجل وحده، فقط برای الله سبحانه و تعالی. پس محبت الله امی هست که عالی ترین درجه محبت، حب و دوستی باشه و عالی ترین درجه عاجزی و ذلت و خشوع در مقابل الله متعال باشه. علامه ابن تیمیه رحمه الله، ما که اقوال علما را ذکر میکنیم، هر قول هر عالم برای ما مثل که هر کسی برای شما یک نوع میوه را پیش بکنه و از هر کدامش که استفاده میکنین لذت خاصی ایمانداری و فهم دین انسان میفهمه. علامه ابن تیمیه رحمه الله عبادت چه قسم معرفی میکنه؟ میگه اسم جامع لكل ما يحبه الله و یرضاه. میگه وقتی عبادت میگیم یک نام جامع هست که جمع میکنه تمام او چیزی را که الله دوست داره. من الاقوال، سخنان باشه که عبادت زبانی هست، والاعمال، و اعمال هست
که ای الباطنیه عملهای باطنی مثل عبادات قلبی و ظاهره و عبادات اعمال ظاهری مثل عبادات بدنی، عبادات مالی، عبادات تشریعی، اینا کل از اینا در عبادت الله سبحانه و تعالی داخل می شود. حالا یک کسی سوال میکنه فرق بین عبادت و بین توحید عبادت چی هست؟ عبادت خود فعل یا عمل است که انسان یا با فکر خود یا با زبان خود انجام میده، این عبادت است، و یا با بدن خود انجام میده، این عبادت است. اما توحید عبادت چی هست؟ که امی عبادت ها را خاص بر الله انجام بدی. یعنی عبادت، ما عبادت ها 6 قسم داریم: عبادت فکری داریم، عبادت قلبی داریم، عبادت زبانی داریم، عبادت بدنی داریم، عبادت مالی داریم، عبادت تشریعی داریم، احکام. اینا کلشان عبادت هست. این 6 قسم عبادت است. همین 6 قسم عبادت مخصوص الله سبحانه و تعالی انجام دادن، این توحید در عبادت میگن. یعنی وقتی میگی لا اله الا الله، به زبان گفتی، نیست هیچ موجود مستحق عبادت و مستحق اطاعت الا الله، بغیر از الله. پس امی که تمام عبادت ها را و تمام اطاعت از حکم فقط از الله میکنی، این میشه عبادت و معنای درست لا اله الا الله. خب یک عالم میگه توحید العباده، میگه توحید عبادت چی هست؟ و هو افراد الله تعالی، یعنی یگانگی الله سبحانه و تعالی به انواع العبادت الباطنیه و الظاهره، با تمام عبادت های باطنی یعنی قلبی و فکری، و ظاهره و عبادت های ظاهری مثل زبانی و بدنی و مالی و تشریعی، كالدعاء والذبح والنذر ونحوه. دعا مخصوص الله، ذبح مخصوص الله، نذر مخصوص الله. متوجه هستین؟ فکر دعا، این حال انسانی که توحید در عبادت داشته باشه، یک کسی عبادت میکنه، عبادت وقتی به غیر الله کرد، اینجا شرک در عبادت میشه. این عبادت که مخصوص الله انجام داد، این توحید عبادت است. مثالش مثلا اینجا ذکر کرده، این تعریف یا عالم میگه مثلا دعا، یک کسی دست دعا را بلند میکنه، این دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الدعاء هو العباده، امی دعا خودش عبادت است. دعا چی است؟ عبادت است. حال امی دعا را مخصوص الله میکنی، به الله دست دعا بلند میکنی، زبانت و قلبت به توجه الله میکنی و از الله میخوای، این توحید عبادت است. یا کسی دست دعا را بلند میکنه در مقابل یک بت، در مقابل یک مجسمه، در مقابل یک مخلوق، از او امی طلبه میکنه، این شرک در عبادت میگن. یا ذبح حیوان است، شما ذبح میکنین حیوانتان رو به طرف قبله میکنین و الله اکبر میگن، بسم الله الله اکبر، ذبح میکنین. یا حیوان است یا پرنده است یا مرغ است، این توحید در عبادت است. اگر یک کسی اینمی پرنده یا حیوان میبره زیر پای یک مخلوق، یا در مقابل یک قبر یا در مقابل یک مجسمه ذبح میکنن، ولو که اینجا باز نام الله را هم بگیره، چون در مقابل مخلوق ایره کرد، عبادت در مقابل کی کرد؟ در مقابل مخلوق کرد. اینجا شرک در چی پیدا شد؟ در عبادت پیدا شد. پس انسان هم لفظا و هم عملا، وقتی که عمل میکنی، تو نمیشه که یک نفر بگه من میرم نماز میخوام، لکن پیشرویم یک مجسمه بت است، پیشروی بت استاد میشه و نماز میخونه، من الله اکبر گفتم، من سبحان ربی الاعلی گفتم. نه خیر، شما عملتان هم باید توحیدی باشه، چون عبادت تنها زبانی نیست، عمل هم عبادت است. دستتان، چشمتان، شما که حیوان ذبح میکنین در مقابل مخلوق ذبح میکنین، خوش اینجا باز مشکل پیدا شد. پس هم انسان قلبش و هم زبانش هم فکرش هم دستش، کل ازی باید
به طرف الله سبحانه و تعالی به خاطر رضایت الله و به طرف قبله الهی. مثلا ما نماز میخوانیم، رو به طرف قبله میکنیم. چرا؟ الله گفته که روی تو فولی وجهک شطر المسجد الحرام. الله گفته روی طرف مسجد الحرام دار. خلاص ما قبله ما مسجد الحرام است، در حالی که میفهمیم که کعبه شریفه مخلوق است، سنگ است، سمنت است، تکه است، مخلوق است. حجر الاسود مخلوق است. عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که حجر الاسود بوسه میکرد برش گفت ای سنگ سیاه، من تو رو میشناسم که یک پارچه سنگ هستی، نه برای من خیر رسانده میتونی نه ضرر رسانده میتونی. اگر من رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدیدم که تو را بوسه میکرد، من تو را بوسه هم نمیکردم. پس بوسیدن من تو را سنگ که برای من منفعت و ضرر نمیرسانه، صرف به خاطر متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم است که تو سنگ هستی که از جنت آمدی، بر تو یک در شعائر الله داخل شدیم و ما بر تو احترام میکنیم. اما بر ما نفع و ضرر رسانده نمیتونیم. چرا؟ نفع و ضرر و منفعت و ذلت ما بر الله بر ما نفع و ضرر میرسانه. منفعت از جانب الله هست، زندگی از جانب الله هست، مرگ از جانب الله هست. این حال سنگ چیز کرده نمیتونه. به این قسم کعبه هم بر ما نفع و ضرر رسانده نمیتونه. تنها قبله ما هست، به طرف از روی خود میگردیم. اما سجده به الله میکنیم و الله گفته که فولی وجهک شطر المسجد الحرام. ما اطاعت از حکم الله میکنیم. الله گفت رویتون این طرف دور بدین، ما اون طرف روی خود دور میدیم که حکم الله است. چرا؟ عبادت مزاج شخصی ما نیست، عبادت حکم الله هست. وقتی که الله حکم کرد که اینی کار بکنین، اطاعت از امر الله این عبادت است که از الله باید اطاعت بکنیم. خب این حال هر چیزی رو که ما و شما میگیم این از خود ارکان داره و شرایط داره. آیا عبادت هم ارکان داره؟ بله، عبادت هم ارکان داره که وقت عبادت میشه که این رکنات او موجود باشه. اگر این ارکان موجود نباشه باز ما او را عبادت نمیگیم. ما او را عبادت، ما نه که شریعت او را عبادت نمیگه. اول رکن عبادت چی است؟ کمال محبت با الله هست. والذین آمنوا اشد حبا لله. یک رکن عبادتی است که امی عبادت با کمال محبت به الله بکنیم. این حال اگر این کمال محبت کسی به غیر الله بکنه باز اینجا شرک میشه. کمال محبت و کی باشه؟ یعنی محبت کامل که او رو به هیچ کسی دیگه نته. اصل محبت بر الله هست. حقیقت پیغمبر چرا محبت میکنیم؟ به خاطر از اینکه الله پیغمبر دوست داره، رسول الله هست. محبت الله محبت رسول تابع محبت الله هست. به خاطر محبت الله ما با دوستای الله محبت میکنیم. با ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. با الله محبت داریم که اصل است و الله بر ما گفته که با رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت بکنین، محبت داریم. و الله بر ما محبت مؤمنین است داریم. و دشمنی با کی میکنیم؟ فرعون بچه کاکایم است. فرعون که حتما کدام عبدالزادگی داره، چون دشمن الله هست ما دوستی و دشمنی خود به خاطر الله میکنیم. پس فرعون میگیم دشمن ما هست، اگرچه چند قرن قبل مردار شده و رفته، لکن چون الله معرفیش کرده که دشمن است، ابلیسه. الله معرفی کرده که دشمن ما هست، شما هم میره دشمن ما هست. یهود و نصارا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی. ببین الله متعال میگه دشمن مرا و عدوکم، و دشمن خودتان اولیاء ایر دوستتان نگیرین. نگوین که یهود برادرم است، نصارا برادرم است، مشرک برادرم است، ایر دوستتان نگیرین. باید بفهمین انما المؤمنون، یقینا که مؤمنان چی هستن؟ اخوتون، برادر یکدیگر هستن، خواهر یکدیگر هستن. اول رکن عبادت چی شد؟ کمال محبت به الله. دلیلش والذین آمنوا اشد حبا لله. دوم کمال خوف از الله. ببینین کمال محبت 100% محبت به الله داشته باشه و کمال خوف یعنی 100% خوف داشته باشه. ببینین عبادت وقتی میشه که محبت و خوف، ترس، به مو اندازه که به الله محبت داری به مو اندازه از الله بترسی. وقتی که نماز میخوانیم با محبت و خوف و رجا،
محبت داریم، دوست داریم الله را، عبادتش میکنیم و میترسیم از الله، عبادتش میکنیم و دمی عین عبادت میترسیم که نماز ما قبول نشه، نماز ما قبول نشه. ابن ابی ملیکه یک تابعی است، میگه 30 تن از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کردم. چند تن؟ 30 تن، 30 شخص، 30 نفر از صحابه را. بعضی از علما باز کسایی را که ملاقات کردن، علما نامایشان هم ذکر کردن. میگه با 30 تن از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کردم. اینا از نفاق میترسیدن که در وجود من نفاق نباشه. سبحان الله. امروز بعضی کسا هست که در غندی خیر شیشته که یعنی من خود جنتی هستم، خلاص من در جنت رفتم، فلانی بیا که بر تو نمره بدم، چند است بر تو، چند است چند. نه. رکن عبادت چی هست؟ محبت کامل به الله داشته باشیم، کمال خوف از الله داشته باشیم و یخافون، الله در صفات مؤمنین میگه و یخافون عذابه، مؤمنین واقعی کسایی هستند که از عذاب الله میترسن. و سوم کمال رجا. رجا چی رو میگه؟ امیدواری. یعنی ما با الله محبت داریم، با الله از الله میترسیم و در پالوی محبت و ترس امید داریم که الله متعال امی عبادت ما را قبول کنه، امید داریم که الله متعال امی توبه ما را قبول بکنه، امید داریم که الله متعال امی عفو که از پیشش میخوایم امی را قبول بکنه، امیدوارش هستیم و میترسیم که نشه که از پیش ما کدام اشتباهی شوه یا کدام ناقضی از نواقض ایمان داخل شویم، یک دفعه هلاک شویم. میترسیم. از این خاطر بسیار در مسائل توحیدی و اعتقادی و عبادات بسیار احتیاط میکنیم. از این خاطر علما بسیار سخت در بسیاری مسائل بیان میکنه. باز بعضی کسا میگه شما بسیار سخت میگین. خیر، انسان باید بسیار دقت بکنه، بسیار احتیاط بکنه. یک نفر با یک کلمه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یک کلمه زبانش مبرایه تا ترین جای دوزخ جایش میشه. یک کلمه کفری از زبانش مبرایه، شاید حتی به مسخرگی بگه، حتی جدی هم نباشه. یک نفر بعضی کسا وقتی در یک مجلس گیر آمد، بسیار مجلس گرم بود و قصایز بسیار جالب بود، بازی دروغ میگه فکایا را ساخته میره. یک دفعه ببینید سر پیغمبر، سر کعبه، العیاذ بالله، بعضی فکایا حتی برای ذات ذوالجلال فکایی میگه. اینمی نفر در اینمی لحظه کافر میشه و خودش حتی قصد نداره که کافر شود. در مسائل اعتقادی باز هزل، ساتیری، مذاق، عدم جدیت با جدیت مساوی هست. اگر یک نفر قصداً کافر شه و بگه که من نصرانی هستم، کریستیان هستم، نیت داشته باشه، هم کافر است. اگر کس به مذاق و به ساتیری و به رشخندی و به چیز بره پیش یک نصرانی استاشه و بگه که بله من دین شما را قبول دارم، این کافر میشه. از این خاطر انسان باید با کمال محبت، کمال خوف و با کمال خوف کمال رجا داشته باشه. از این خاطر علامه ابن قیم جوزی رحمه الله، بعضی از علما چی میگن علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه که بسیار عقایدی خوبشه. میگه انسان مؤمن مثل یک پرنده هست. مثال میگه که حالا مثلا کسرزی چیز نکنه، مثال میگه شما پرنده رو دیدین؟ بله. پرنده چی داره؟ دو بال داره و سر داره. میگه این مثال انسان مؤمن مثل پرنده هست که یک بالش خوف و ترس است، یک بال دیگهش رجا و امیدواری هست و سرش محبت است. سر محبت، یک بال خوف و ترس از الله و یک بال دیگهش امیدواری و رجا به الله سبحانه و تعالی. اینال علامه ابن قیم میگه که اگر امی پرنده یک بالش قطع شوه، پرواز کرده میتونه؟ نمیتونه.
سرش قطع شود نمیتونه، بالدگیش قطع شود، پرواز کردن میتونه نمیتونه. مؤمن هم اگر این سه چیز کم بود داشت، محبت نداشت، خلاص است. خوفش قطع شد، خلاص است. امیدش قطع شد، خلاص است. از این خاطر بعضی اوقات شیطان چی میکنه؟ شیطان یکی از اینا رو زیاد رشد میده و یکی دیگهش قطع میکنه. مثلا بعضی کسان میگن من الله را از بسیار محبت عبادت میکنم، دیگه نه ترس دارم و نه امید دارم و نه جنت میخوایم. چقدر خطرناک است. یا کسی دیگه مثلا بسیار امید داره، الله بسیار رحمان است و رحیم است و من نماز بخوانم یا نخوانم ارزش نداره. شیطان آمد در قلبش انداخت که الله بسیار مهربان است و تو امید داری به الله، از این خاطر نماز نخوان. پس اینجا چی کرد؟ رجایش بلند برد 100 ساخت، خوفش 0 ساخت. و بعضی کسا هست یک گناه میکنه، یک اشتباه میکنه، شیطان بر ازی هم وسوسه میکنه که او تو خود گناه کردی، تو دیگه از خلاص شدی از رحمت الله، تو دوزخی هستی، راه دیگه نیست. این ترسش 100 میشه، امیدش چی میشه؟ 0 میشه. بالاخره این انسان در هلاکت میره. شیطان چی کرد؟ یک بالش قطع کرد. یک وقت یک کسی پیش ما آمد گفت استاد ما یک گناه کردیم. گفتم بسیار خوب، و ما به اساس از گناه دوزخی هستم. خب و ما به این خاطر حال فکر میکنم که من یک دوزخی هستم، دیگه هیچ راه نجات ندارم. ما گفتم تو دوزخی هستی، در این شک نیست، لکن دوزخی بودن تو که دوزخی میسازد تو را چی هست؟ ای که تو امیدت از الله قطع کردی. او گناه نیست. چرا او گناه؟ الله رحمان و رحیم است، امکاناتش هست که تو را ببخشه. اما تو که امید قطع کردی، خدا در صف شیطان قرار دادی، تو دوزخی میشی. اگر تو پس امیدوار باشی، الله متعال میگه و قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای بنده های من. سعی اینجا اضافت تشریفی از امی گناهگار الله برش عزت داد، گفت یا عبادی، ای بنده های من، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشین. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله تمام گناه ها را میبخشه، ولو که گناه بسیار خطرناک باشه. حتی نوح علیه السلام برای چی میگفت؟ برای قوم خود میگفت که به این مغفرت بخواین، الله غفار است، تا شرکتان کفرتان میبخشه، توبه بکنین، رجوع بکنین. هنوز خو ملک الموت نامده، روحتان قبض نشده، در دنیا هستین. ولو که تا مرتد شده باشی میتونی توبه بکنی، ولو که بسیار گناه کرده باشی، مثل یک نفر 99 قتل کرده بود بالاخره 100 قتل کرد، باز هم رحمت الله این هست که دروازه توبه باز است. چه وقت بسته میشه سر انسان؟ مالم یغرغر. یغرغر چی معنی؟ در حدیث آمده یعنی تا وقتی که انسان غرغره نشه، گلولش خفه کشه، جبریل ملک الموت نگیره و قبض روحش رزق نشه، که وقتی پرده غیب برداشته شد، ملک الموت به چشم دیدی که چی میخوای، بگوی من ملک الموت هستم، روحت قبض میکنم، باز او وقت توبه تو قبول نمیشه. یا آفتاب از طرف غرب طلوع بکنه، قیامت شده. در غیر از حالی که زنده هستی، هر گناهی کردی الله میگه که یا قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. لا تقنطوا، الله نهی میکنه، میگه از رحمت الله ناامید نسازین، خود نشین. چرا خدا ناامید میسازی؟ انه هو الغفور الرحیم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چی معنی جمیعا؟ یعنی الله متعال تمام گناه ها و اشتباهات شما را وقتی که پشیمان شده باشید. صفت تواب الله برای چی هست؟ برای اینکه توبه ما را بپذیرن. صفت العفو الله برای چی هست؟ که ما را عفو بکنه. صفت غفور الله برای چی هست؟ که ما را مغفرت بکنه. صفت غفار الله برای چی هست؟ که گناه های ما با هر کمیت و کیفیتی که باشه اونا را مغفرت بکنه، به شرطی که ما خود ما محبت، خوف و رجا داشته باشیم. از این خاطر یکی از علما بسیار گپ خوب میگه. چی میگه؟ میگه من عبد الله بالحب وحده فهو زندیق. میگه اگر کسی الله را عبادت میکنه
تنها با محبت خوف هم وصول میکنه و ترس هم وصول میکنه و امید هم وصول میکنه. من نمیترسم، از دوزخ هم نمیترسم و یگانه که میگه من از دوزخ هم نمیترسم و جنت هم نمیخوایم، من الله را عبادت میکنم، الله را دوست دارم. یه عالم میگه که اینمی من عبد الله بالحب وحده، کسی که تنها به اساس محبت الله را عبادت میکنه و خوف در قلبش نیست، خوف الله و امید به الله در قلبش نیست، تنها محبت است، و هو زندیق. و زندیق چی معنی؟ یعنی منافق. در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم منافق میگن. زندیق کسایی بودن مثل همی آتش پرستایی که در فارس ظاهرا مسلمان گفتن هستیم و باطنا مسلمان نبودن. خب ببینید قاعده ای عالم بسیار مهم است، زیرا باید انسان سرمشق زندگی کنه. و من عبده بالخوف وحده فهو حروری. میگه اگر کسی الله را تنها عبادت بکنه به ترس، یعنی از الله بسیار بترسه، لکن امید و محبت نداشته باشه، یک تکه میترسه و از این ترس 100% عبادت میگه، این عالم میگه این حروریه یک فرقه از فرقه خوارج هست. میگه این عقیده خوارج داره، تنها ترس داره امید نیست، تنها ترس داره محبت نیست، همیشه از آیات عذاب استفاده میکنه، آیات رحمت الله را و محبت الله را و صفات تواب الله را و رحیم الله را و رحمان الله را و عفو الله را و غفور الله را و غفار الله را فراموش میکنه. این میگه این قسم انسان است، تنها با خوف. و من عبده، و اگر کسی میگه الله را عبادت کرد، بالرجاء وحده، تنها به امیدواری، که نه وقتی که من کلمه خواندم خلاص دیگه، نه ترس است و نه فلان است و که امریکایی رفتی کار کردی و دفاع کردی و در پالوی کافر استاد شدی و سلارم گرفتی و از کافر دفاع کردی و کافر برادرت ساختی و از او مثل که از برادر دفاع میکنی از او دفاع کردی. اینه میگه اینی انسانی که تنها عبادت الله را با امید میکنه که من امیدوار هستم که در جنت برم، نمازم نمیخوانم، امید به جنت است. میگه این چی است؟ میگه این انسان مرجع هست و هو مرجع. این عقیده مرجعه داره. مرجعه هم چند طایفه هستن، یک تعدادش بسیار غالی هستن، میگن که در قلبت هم که کلمه ایمان داشتی خلاص خوب هستی. پیش از او یک گروه غالی مرجعه، حتی چیز ابلیس هم به نزدشان مسلمان است، چرا ابلیس خود قلب خود الله را میشناخت و فرعون هم اینا بسیار کسان. و بعضی از مرجعه های باز متوسط، بعضیشان باز بیخی تو مرجعه های ضعیف هستن. میگه او مرجع چه قسم است که مثلا عبادت نمیکنه، در حالی که صحابه میگه که یکی میگه در عصر صحابه هیچ کسی را حکم کفرش در اعمال نمیکردن مگر تارک نماز. یک نفر نماز نمیخوانن، ترک کرده نماز، اینا صحابه چی میگفتن؟ کافر میگفتن، نمیگفتن این مسلمان است. تو چه قسم نام مسلمان ماندی و نماز نمیخوانی؟ اما این مرجع چی میگه که نه هیچ نماز نخواندی. حتی بسیاری وقتا مثلا یک نفر است میگه هیچ نماز نمیخونه، روزه میگیره. دوست عزیزم، اینا در صحابه میگن که اگر کس نماز نمیخوان مسلمان نبود، حال وقت او کافر شوه با ترک نماز باز او روزه بگیره چی فایده؟ خدا چی میسازه؟ خدا زامت میده. مثل بعضی کسا بودن که مثلا یک وقتی در اردوی ملی بود و در امنیت ملی بود و پلیس ملی بود، میفهمیدی که این نفر با اینمی ایستاد شدنش در پالوی امریکایی کافر شدن، مرتد شدن، لکن باز تو نماز میخواند و تو سجده میکرد و تو رکوع میکرد. سبحان الله. اینه میگه هندو استړی خدای ناراض. هندو در زامت است. در زامت چه قسم است؟ یک وقت می پدر کلان ما در مسجد جویشیر میگفتن در کابل در این امامت داشت. همین جوی چرا جویشیر میگن؟ پالوی همین مسجد آل به نام مسجد نبوی ساختنش، اول او وقت به نام مسجد جویشیر میگفتن. در این پدر کلان مادری، پدر کلان از طرف مادر، این مولوی در این مسجد
خطابت داشت. پدرکلان ما که صبحکی میرفت به مسجد، در پالوی مسجد از این درمسال هم است. درمسال هم است. به شاید شمشیره این طرف نزدیک است، این طرف دستراست، پایان کو منطقه جوشیر میگن. چرا جوشیر میگفتن؟ همین جوی است، یک جوی بود از این پالوی مسجد، از این بین درمسال، از این مسجد پدرکلان ما، از این جمع میرفت، از بالا میامد، باز همون میامدن تا تا پارک زرنگار، همون باز میرفت پیش و باز پسانی نشکن تا پارک زرنگار. من ایده بودم دیگه، باز پیش نمیفهم تا کجا بود، سنم او وقت خود بود. اینو چرا جوی شیر میگفتن؟ به خاطر از اینکه اون دا همون وقتی که پدرکلان ما صبحکی وقت میرفت که در مسجد آذان بده و به نماز جماعت خانی. پدرکلان ما فاصله یک ذره بالاتر بود، اونا در سراسیا بود، افغانان میگفتن، در اونجا پدرکلان ما خانهشان بود. پس از اونجا تا جوی شیر وقتی که میامد کم مسافت داشت. این پدرکلان ما که میامد که اینجا در این مسجد چی بخوانه، آذان به آذان صبح و یا به نماز جماعت صبح، اگر مؤذنش آذان میداد که به نماز جماعت صبح میرسید. اینجا اون دو پیش از این یادمی وقت میامدن پیش بتهای خود و در دستشان یک کاسگک یا یک گیلاس، یک ظرفی بود، پیالگک پر از شیر بود، اینا میآوردن و دمی جوی انداخته میاد. اول پیش کلیم و بغوان خود بت خود یا هر چی که میکردن هم تو میدادن، بازم شیر در چی منداختن؟ در آب منداختن. اینجا که منداخت این جوی دیگه که مثلا فکر کو 100 نفر آمده، 100 نفر 100 گیلاس شیر دی پرتم تو انداخته بودن، این جوی دیگه هم تو سفید میزد از این پیش چی گرفتن تا منطقه می جایی که همی جوی میره تا منطقه هم داشت. این باز جوی شیر میگفتن. این وجه تصمیه علتش بودم اینجا، والله اعلم. این حال گپ سری چی هست که بسیاری کسا خدا زحمت میته، اول عقیده تا جور کو، تهداب جور کو. مثلا یک نفر عقیدهش صفر است، مثل که تهداب خانه خدا، یک کسی آمده چی میگه چند تا خشت میمونه، چی هستی؟ والا سرزی میخوایم یک 5 منزله جور کنم. برادر عزیز، این خشتایی که تو در تهدابت ماندی، خشت خامده ای، یک منزله جور نمیشه. تو مثلا سرزی 5 منزل جور میکنی. بعضی کسا عقیده درست ندارن، با اساس ضعف عقیده باز کارهای میکنه، فکر میکنه که حال دیگه من میتونم که مثلا نجات پیدا کنم. نه، باید انسان این مسائل اعتقادی بسیار مهم است و از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه کل درسش درباره چی است؟ درباره عقیده هست و تمام آیات قرآنی که در مکه مکرمه نازل شده هست کل از اینا در باب عقیده هست. و از این خاطر علما میگه که قرآن کلش به توحید، کل قرآن توحید بر تو بیان میکنه. عبادت الله را بکن تا توحید درست باشه، دشمنی با دشمنای الله بکن تا توحید درست داشته باشه. مثلا در عبادت خوف و رجا و محبت خوب متوجه باش تا که عبادت درست باشه. این حال چند تا شد؟ کمال محبت، کمال خوف و کمال امید و چهارمیش کمال ذلت و عاجزی هست. عاجزی به کی میکنی؟ بر الله میکنی. با مخلوق خود عاجز نمیسازی. کمال ذلت در مقابل الله متعال. امی عبادت که میگن قد افلح المؤمنون، الله متعال میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یقینا که کامیاب شدن مؤمنان. کدام مؤمنان؟ اول صفتشان الذين هم في صلاتهم خاشعون، کسایی که در نمازشان خشوع دارن، قلبا از الله میترسن. وقتی که قلب انسان با الله باشه، این قلب باز چی هست؟ قلب مثل ماشین داخلی هست. وقتی که ماشین از داخل جور بود، ایمان از داخل جور بود، خشوع الله و ترس الله در قلب بود و عظمت الله در قلب بود، باز دستم احتیاط میکنه، سرم بسیار احتیاط میکنه. حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن که وقتی ما نماز میخواندیم قبل از نزول از آیت یگان وقت سر ما را بالا میکردیم. وقتی که آیت نازل شد حتی ما در نماز سر خود تکان نمیدادیم، به طرف آسمان هم نظر نمیکردیم، فقط امی پیش روی خود نظر میکردیم. چرا؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
یعنی مؤمن واقعی کسی هست که در عبادت خود بسیار خشوع داشته باشه و این احسان هم میگه. یعنی چی؟ یعنی وقتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی پرسان شد که ایمان چی هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر و تؤمن بالقدر خیره و شره. گفت مل اسلام، و اسلام چی هست؟ گفت که ان تشهد لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. و یا مثلا باز همین قسم اسلام تشریح کرد که روزه بگیری و نماز بخوانی و حج بری. باز وقتی پرسانش کرد جبریل امین می پرسان میکنه احسان چی است؟ میگه ان تعبد الله کانک تراه، تو الله را عبادت کنی مثل که الله را میبینی. فان لم تکن تراه، اگر تو را دیدن نمیتونی فانه یراک، الله خود را میبینه. این حال وقتی که انسان میفهمه که من در حالت عبادت خالق ذوالجلال که خالق آسمان ها و زمین هست، رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل هست، این مرا میبینه. در این حالت عبادت هست. در این لحظه ما باید چه قسم باشم؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. در عبادت، نماز عبادت هست، در کل عبادت خشوع می داشته باشن. بازی انسان میتونه در عبادت دستک پرته، رقص بکنه، خود تکان بده، خود شور بده، حرکت های عجیب غریب بکنه. هرگز نمیتونه این کار بکنه. چرا؟ الله میگه که الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. بعد دیگه صفاتش بیان میکنن. خب شروط عبادت چی هست؟ وقتی عبادت فهمیدیم نکته نکته باید بفهمیم. نکته نکته بفهمیم. هوشیار فهمیده کی هست؟ که قرآن و سنت بفهمه و مطابق از زندگی بکنه. این هوشیار انسان است. هوشیار انسان کی هست؟ که وقت خود در فهم دین صرف کنه، نه در شنیدن دلایل اهل بدعت، اهل اهوا و خواهشات. حتی سلف صالح میگه شما کتی اهل بدعت نشینین، کتی بدعتکارایی که دین نمیفهمن با مزاج خود گپ میزنن، کتی از اونا نشینین، گپایشان گوش نکنین، در مجلسشان نشین، متاثر میشین به اونا، متاثر میشین به گپایشان. همین بسیاری مردم هست که وقتی کتابای فلاسفه ارتداد دیره، وقت خود قرآن هیچ یاد نداره، لفظ قرآن صحیح خوانده نمیتونه، حدیث خود هیچ، اما گپای فلانی فیلسوف تو گفت، فلانی سیاست مدار تو گفت، یک وقت ببینی که ایمان خودش هم از بین رفته. پس انسان مسلمان باید وقت خود وقتی که عبادت شناختیم میگیم شروط عبادت چی هست؟ شروط عبادت یعنی عبادت دو شرط بسیار اساسی داره. یکی از علما چی میگه؟ میگه که یک قول بسیار خوب ذکر میکنه. این میگه که از شروط عبادت چی هست؟ اخلصه و اصوبه. یعنی اخلاص برای الله باشه، یعنی عبادت خاص مخلصانه 100% از قلب برای الله انجام داده شود قلب تو. و اصواب چی میگه؟ که همه عبادت تو موافق با طریقه و روش و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. چرا؟ این دو شرط از کجا گرفتین؟ چی دلیل دارین؟ بله باید دلیل. شما حق دارین که هر کسی که دعوت میکنه از او پرسان کنین چی دلیل داری در قرآن؟ تو گفتی عبادت. چی دلیل داری در قرآن؟ اینی دلیل. چی دلیل داری در سنت؟ بتی بر من. و چی دلیل داری از اقوال صحابه و سلف صالح و علما؟ نه ای که از دل خود بر ما بخیزی، فکر و اندیشه خدا بگویی. بله وقتی که میگیم شرط عبادت است، اخلاص شرط است. چرا؟ به خاطر اینکه که الله متعال میگه و ما امیرو و اینا امر نشدن الا مگر لیعبد الله، مگر ای که الله را عبادت بکنن مخلصین. مخلصین چی معنی؟ بسیار با اخلاص.
فقط اخلاص یعنی 100% من عبادت برای الله میکنم. 99.99 چقدر است؟ 1.99 نه باید به غیر الله نشه. خاص این شرط عبادت است. مخلصین له الدین، دین از الله هست، نه با فکر خود، با نظر، نه الله. فکرت، عقلت، حست، علمت بر فهم حکم الله صرف کنیم. خب پس شرط اول عبادتی است که 100% من عبادت به الله میکنم. اگر یگان وقتی باز از زبانت برآمد که والا چرا این کار کردی، والا بچه کاکایم، والا عبدالزادیم، والا فلانی، والا خشوی فلانی، والا قومای فلانی، والا آرس خیلی بازت میگه، شاخیلی تو میگه، ای نه گپت خراب شد. وقتی که یک کار نیک و عبادت الله را میکنی، تمام مخلوق باید از ذهنت حذف کنی. خوشحال شد خانه آباد، خفه شد 10 منزله آباد. من اینمی کار به خاطر رضایت الله کردم. مثلا شما برای کس توفه میتین، برای کس زکات میتین، برای کس صدقه میتین. یک وقت یک کس میگه والا امو فقیره که برش صدقه داری، او خیز گفت چی برام این پیرانه گرفته، تکر گرفته، هیچ من خوش نیستم. تو خفه نش بگو والا ما اینو به خاطر رضایت الله کردیم. یا مثلا ما دعوت میکنیم، در دعوت به خاطر رضایت الله بکنیم. یا کسی میخواد سر ما گپ میزنه و داو میزنه و دشنام میته و هر چی که میته، اعمال نامه خود پر میکنه، اعمال نامه مرا پر نمیکنه. چی میکنه؟ اعمال نامه خودش از پر کو. یک وقت یک کسی خالد ابن ولید رضی الله عنه را کلمات زشت گفت، هر چی گفت یه دفتر اعمالت پیش خودت است، پرش کن هر چی که پرش میکنی. این حال اگر اخلاص برای الله باشه، با انتقادات و توهین ها و گپ زدن های مردم انسان متاثر نمیشه. چرا؟ به خاطر ازی که اگر لقب گذاشتن، آیا سر رسول الله صلی الله علیه و سلم لقب نگذاشتن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم که همین دعوت توحید شروع کرد، شاعر، مجنون، ابتر، انا لله و انا الیه، یعنی چیزهایی به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت دادن که ما از رسول الله که رتبه ما بلند نیست، ما به خاک پایش نمیرسیم. وقتی که رسول معصوم با عظمت اسلام مردم میکنن. پس اخلاصی است که اگر شما میخواین دعوت کنین و ما میخوایم کسایی که درس های ما را میشنون اینا باید دعوتگر توحید باشن، هیچ وقت از توصیف کس خوشحال نشین و از انتقاد کسی خفه نشین. اگر توصیف کرد متاثر نشین و اگر انتقاد کرد، اگر انتقادش بر جایی بود درست بود بپذیریم و اگر انتقادش غلط بود خلاص. اگر کس بدگویی و نامگذاری و للقاب و هر کار کرد خلاص. چرا؟ اول وقتی ما عبادت میکنیم، دعوت هم عبادت است، باید چی باشه؟ اول اخلاص باید باشه. پس الله امرش همی است که عبادتش مخلصانه باشه. این شرط اول عبادت. دوم شرط عبادت چی است؟ متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. و ما آتاکم الرسول فخذوه. الله میگه چیزی که پیغمبر برتان آورده است، اگر حدیث قولی هست به زبان خود گفته این کارا بکنین، با فعل خود یک عمل را کرده هست یا یک عمل را تقریر کرده، تایید کرده است، شما ایره چی کنین؟ شما از رسول الله صلی الله علیه و سلم بگین و ما نهاکم عنه فانتهوا. از چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرد از دور شوین. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر تو جوان مسلمان گفت که قضا نکو، یا کل موید یک قسم کل کو یا کلش یک اندازه برابر کو، تو نگو که نیمشه کل میکنیم نیمشه میمونی. اگر تو مؤمن واقعی هستی که عبادتت قبول شود، مطابقت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ما نهاکم عنه فانتهوا. از او چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرده از این خود دور بسازین. میخواین که واقعا مسلمان خوب باشین. خب آل امی عبادات که هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم تبلیغ کرده هست، رسالت برای چی هست؟ رسالت برای ازی هست که ما
از رسول الله صلی الله علیه و سلم متابعت بکنیم. در چند چیز متابعت بکنیم؟ در عبادات 6 چیز. در عبادات، در اعتقادات خو هست، لکن فعلا در عبادات در چند چیز؟ 6 چیز. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما چی را بیان کرده در عبادات که ما باید از او اطاعت بکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم الله برش وحی کرده و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. وقتی که برش وحی شده رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ینطق، الله شهادت میده که این پیغمبر که هست از هوای قلبی خود گپ نمیزنه، وحی است بالایش، این هو الا وحی. پس ما با این عقیده چی میکنیم؟ 6 چیز الله تعیین کرده برش، جبریل امین برش رسانده و گفته و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تبلیغ کرده. او 6 چیز در عبادت چی است؟ اول، تعیین نوعیت عبادت. چی عبادت است، چی عبادت نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات قرآن هم بیان کرده و تشریح هم کرده. گفته که الله متعال میگه و اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه. آیات قرآن گفته که الله میگه که نماز بخوانید و زکات بدهید. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که صلوا کما رأیتمونی اصلی. همین قسمه که من نماز میخوانم شما نماز بخواین. پس اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده که چی عبادت است، چی عبادت نیست. اگر چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم من حیث عبادت بیان نکرده و کسی را عبادت فکر میکنه، او باز بدعت است و کل بدعت ضلاله. هر نوآوری جدیدی چیزی را که در دین داخل میکنید، من در دین است فکرتان باشه، یک نفر میگه خیلی موبایل چطور میشه؟ موبایل در دین است. خیلی کامپیوتر شده، کامپیوتر در دین است. این خوب وسایل زندگی انسانی هست. در دین، در عبادت، حالا کسی موبایل داره، کسی موبایل نداره، کسی گفته که کسی که موبایل داره عبادت کرده، کسی که موبایل نداره عبادت. نه، این خب مربوط به عبادت نمیشه. شما مثال موبایل و کامپیوتر و میز و چوکی رو نبینید. شما بگوین که چی عبادت است. نماز بله عبادت است، رسول الله تعیین کرده و رسول تبلیغ کرده صلی الله علیه و سلم. زکات عبادت است، حج عبادت. این نوعیت میگن. دوم چی است؟ امین عبادتی را که الله تعیین کرده و پیغمبر تعیین کرده، دوم کیفیت از این هم الله بر پیغمبر وحی کرده و پیغمبر بر ما و شما تبلیغ کرده. با چی کیفیت نماز بخوانیم؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم بر صحابه کیفیت عبادت یاد داد که صلوا کما رأیتمونی اصلی. همین قسمه که مرا میبینین شما هم نماز بخوانید. یک وقتی در مسجد رفت دید که یک نفر نماز میخونه تیز الله اکبر میگه، هنوز در رکوع نرفته، باز بلند میشه، هنوز ایمه بلند نشدم، تو کپک خودم تو دست جام کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که دید این شخص آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت که برو نماز بخوان، تو نماز نخواندی. باز رفت خوان، باز آمد، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت برو اثر نماز بخوان، تو نماز نخوانی. چی؟ این خود نماز نیست که تو کردی. باز مرتبه سوم باز گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم من خمیر یادم رسول الله صلی الله علیه و سلم که خب وقتی که تو نماز میخوانی خب تو راست استاد شو، وقتی که تو قرائت یا رکوع شکردی باز بر رکوع که میری خوب، اما تو که به میری رکوع خب پشتت کپ شود منظم. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. باز بعد از اون تو بالا که میشم تو راست که تمام استخوانات به جایش بیای، همین قسم استاد شوی. تو نه که نیمه کپک. زاویت باید منفرجه و حاده و قائمه نباشه. زاویت باید خلاص شود، زاویه ماویه نباشه. خط دوباره خط مستقیم راست. سمی الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. باز وقتی که باز می الله اکبر باز میری به سجده خوب، اما تو که تمام استخوانات به جایش بیای. پس که میشینی در سجده پس این قسم برش دادن. پس کیفیت عبادت هم الله تعیین کرده و رسول تبلیغ کرده. دوم. سوم کمیت عبادت. کمیت یعنی چی؟ یعنی مقدارشه. نماز صبح چند رکعت است؟ 2 رکعت فرض است، 2 رکعت سنت. نماز پیشین 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض است. فرض 4 رکعت. باز سنت ها 2 رکعت. سنت های نوافل هر قدر که میخوان. فرض دیگر 4 رکعت. فرض شام 3 رکعت.
چرا نماز شام 3 رکعت میخونی، نماز پیشین 4 رکعت میخونی، نماز صبح 2 رکعت میخونی؟ به خاطر که کیفیت و کمیت عبادت امر الله است و تبلیغ رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله حکم کردن، من به خاطر صبح 2 رکعت میخونم، پیشین 4 رکعت میخونم، شام 3 رکعت میخونم، خفتن 4 رکعت میخونم. خب این حالا اگر کسی میخیزه میگه که نه من برات میگم که ایواز 2 رکعت فرض صبح نماز خوب چیز است، میره 10 رکعت فرض بخونم، کمیت دست زدی در بدعت داخل شدی، در کیفیت دست زدی در بدعت داخل شدی. متوجه هستین؟ در نوعیت هم در عبادت داخل میشه، در کمیت هم در کیفیت هم. کسی که کمیتش تغییر میده یا نوعیتش. مکان عبادت، زمان عبادت، اول چی گفتیم؟ نوعیت عبادت، دوم کیفیت عبادت، سوم کمیت عبادت، چهارم زمان عبادت، پنجم مکان عبادت. زمان عبادت الله بیان کرده و رسول صلی الله علیه و سلم تبلیغ و تطبیق کرده. در کدام وقت، در کدام زمان حج بریم، در کدام وقت نماز صبح بخوانیم، در کدام وقت روزه بگیریم، از جانب الله است. و همین قسم مکان عبادت، پنجمی در کدام مکان ما این عبادت انجام بدیم. مثلا مکان حج کعبه شریف است، حتی مدینه هم نیست، مکه هست. در مکه هم کل جایش نیست، طواف تنها در کعبه شریف است، سعی بین صفا و مروه و این همین قسم. پس مکانش هم از جانب الله تعیین و پیغمبر تبلیغ کرده. و تعیین ششمیش وسیله عبادت است. مثلا چی معنی وسیله عبادت؟ ما میخوایم قربانی بکنیم، یک دانه خوب آهوی کوهی شکار کردیم، آهو قربانی نمیشه، بسیار قیمتی است و بسیار گوشت شیرین داره و نه 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 نه، برو آهوگه که 1 لک بفروش، بیا در 10,000 افغانی یک دانه آهو گوسفند بخر، 15,000 یک گوسفند بخر. این آهو 1 لک نمیشه. چرا؟ به خاطر از اینکه اینمی وسیله‌ای را که در عبادت استفاده میکنی از جانب الله تعیین شده و پیغمبر او را تبلیغ و تایید کرده. خب آخرین نقطه که در درس ما و شما هست، فقط عنوانش براتون میگم که اقسام عبادات، ما 6 قسم عبادت داریم: عبادت های فکری، عبادت های زبانی، عبادت های قلبی، عبادت های بدنی، عبادت های مالی و عبادت های تشریعی، یعنی احکام الله. این عبادت هاست. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.